اتقان در نقل، اتقان در بیان، اتقان در مستندات و اونچه که میخواهیم به عنوان خوراک فکری به مردم بدیم، این یه چیز لازمی است، این یه شرط اساسی است. برای این باید فکری کرد، برای این باید فکر کرد. کار آسانی هم نیست، عرض کردم این کار بسیار کار مشکلی است. با یک نشست و برخاست و تذکر و نمیدونم تشکیل یک نهاد و اینها درست نمیشه. این یک همت و اراده جدی میخواد از نخبگان روحانی، از فضلای روحانی، که اینها بر این اصرار بورزند، پایبند باشند و دنبال کنند و از اون چی که در مقابل بر میگرده به انسان باک نکنن. ما اینجا راجع به غمزنی، امری که بین الغی است، این غمزنی چند سال پیش از این گفتیم. خب بزرگانی محبت کردن، نجابت کردن، قبول کردن، مردم زیادی پذیرفتن. یه وقتی از یک گوشه هایی سرصدا که آقا شما با امام حسین مخالفید، سفینه النجات و مصباح الهدی، اینه معناش که ما یک عملی رو که خود عمل شرعاً محل اشکال بلا شک و از لحاظ به عنوان ثانوی هم حرام و مسلم و بیینه، نمی کنیم این کارا رو، باید بکنیم تا بشه. اگر کردیم اون وقت این نسل جوان ما به اسلام علاقمند. میبینید گرایش جوانها رو به اسلام، این گرایش عاطفی است، این گرایش بسیار ارزشمنده، اما مثل موجی است که ممکنه بیاد و برگرده. ما اگر بخواهیم این موج همچنان استمرار داشته باشه، بایستی پایه ها رو محکم کنیم، پایه های فکری این جوان ها رو.